در رمضان اینجا هر کس خلق خیر میکنه. بعضی ها هستن که دستشون نخیل مندیل دارن، بعضی دیگه هم هستن که نخیل مردم رو جمع میکنن، یک اون چیزی سبکک افطاری شروع میکنن. یک مثال میگم، این مرده خیرمو گرفته است در دستش. این آدم خیرمو تقسیم کرده. خیرمو این خیرموی بازه هر کسی بخواه مثلا اینجا ده چای تقسیم. والله